سلام دوستان عزیز، ما فعلا قرار داریم در یکی از دولت‌های اروپا که نصیب باشه توی تاجیکیه نه سبزی رضا کردیم. خاطر بچه‌ها نبینین خیلی اوشی تاجیکی میشه ان شاء الله. و یک چیز جالب ببینین اینجا اگر 10-20 کس فیراد نمیکنین چه یک استاناکه همه خاطر رضا میکنین. همه سبزی را برای اوشی تو انسان یک فضای خیلی هم مناسب در دولت اروپا اینجا اومدیم که توی برادر بگرونیم نصیب باشه یه معرکه سردستکی برای مانا چی میگن پاورا و برای بچه ها که کار میکنن سبزی رزه میکنن توی اصلا فردا های انشالله نصیب باشه. بعد ولاگی میمدیم و ای فردا سر میشود در توی در رستوران یک محله مردمی آلمان. ببینید دوستان عزیز. سلام دوباره دوستان عزیز. چرا پیشتر گفتم ما در یک برادر اشتراک داریم. این اصلا توی فقه های که امروز ما سبزی رزه کردیم. همون رسم رسمی تاجیکی خما همون گپ خبر خما منتظر برنامه ما باشین ان شاء الله در نزدیک همه این نوار مکمل در کانال ما پخش می‌گردن. با ما باشید دوستان عزیز. اینا گفتی گپا اوشی تاجیکی ما هم چیاش است نصیب باشه چند دقیقه بعد میکشنش داملا با بچه‌ها سبزی رزه کردن. و ببینید دوستان من بچه‌ها سبزی رزه کردن این طرف. خب میریم این طرف. این مردم سبزی رزه کنتیور کن با این طرف دم منتگی این غلطه خدا گیرش اینه همش آمادگی برای برادرها برای توی تاجیکی در آلمان. با نام خدا یاد اختیار دوستان عزیز سلام، من حکیمی هستم از آلمان. خوش آمدید به برنامه نوبتی ویژه ما. چون امروز ویژه برنامه است چون در پشت ما که می‌بینید این ساختمان یک رستوران است. در اینجا ان شاءالله امروز توی تاجیکی برگزار می‌گردد و امروز در برنامه درباره این جشن صحبت خواهیم کرد. رفتیم با هم تماشا می‌کنیم دوستان عزیز. دوستان عزیز چون گفتیم در اینجا برگزار می‌گردد در منگستار اگر رستوران است خیلی هم کلان خیلی پر حشمت و زیبا و دیدنی. این طرف جای زن هاست و این طرف جای مردا. این طرف به صحنه شد و اینجا هم نصیب باشه و برگزار میگرده. این ببینین هم توی تاجیکی که دسترخوان تاجیکی در رستوران اروپایی. دوستان چنانچه گفتیم امروز محفل تاجیکی توی تاجیکی در آلمان. این هم چنانچه که میبینید همه دسترخوان‌ها آراسته هم به خاطر مهمانا. انشالله که مهمانا غریبی نزدیکی میاین. ما یک چند ساعت پیشکی اومدیم که در از این رستوران ما نوار بگیریم و این رو ببینید دوستان عزیز. ایش ما زال ببینید چه زال کلان است، خیلی با حشمت است، خیلی زیبا دیدنی. دوستان عزیز چون گفتیم در همی چی برگزار میگردد در همی رستوران. ببینید دوستان عزیز خیلی هم زیبا و دیدنی هم است. انشالله که منتظر مهمان ها هستیم و اینجا هم گروهی چی هم هست خواننده ها نصیب باشه چند وقت بعد سر میکنم. خب بریم دیگه طرفی رستوران دیگه طرفش برای شما معرفی کنم.
Hochzeitstag an Sarah, mein Bruderherz. Ich wünsche dir das Beste, das Leben, deine Frau, deine Kinder in der Zukunft. سلامت باشی برادر. دوستانی برادر شهبت با زبان آلمانی تبریک برادرش به خاطر این جشنی که براش چی میگن جشن فراموش نشونده است. زنده باشی برادر. مایل خوب سلامت باشی. مایل خوب. سلام علیکم کنزرا. انشالله خوب هستین تنجی. مبارک برای تو گفتنی بدم. انشالله فرزندای کلون سالم خوشرومین انشالله. هم توت مبارک. سلامت باشه. دوستانی هم از دوستانی شهبت کی به شهر بروز توش تبریک کرد. Alles Gute zu Hochzeitstag. Ich wünsche euch alles Gute für die Zukunft, für dich und deine Frau und inshallah deine Kinder und ja, viel Spaß. تشکر برادر. این بوده که از دوستای برادر که شهر تبریک کرد بروز جشن تویش. رفیقای شهر رفیقاش و کسانی که در مکتب و در نیست خوندگان و برادران